اینجا رو دیگه بریم بالا باشه. بریم بالا این ور بریم بالا. بریم تو مسیر دیگه ببینیم چه خبره. جای همتون خالی. اینجا دیگه از توسکا خارج شدیم. داریم میریم کجا؟ داریم میریم سمت بولوار کازینو. من عمدن این مسیر اینوری میام که بازم ببینیم این ساختمون زیبا رو اینجا که واقعا میخوام شما ببینید که چه مخروبه‌ای شده. نگاه کنید، یه مخروبه کامل. کی اهمیت میده به تاریخ؟ کی اهمیت میده به گذشته؟ هیچ کسی نمیتونه بفهمه که چه حسی وجود داره. منی که هنوز به 50 سال نرسیدم و خاطره دارم، هیچ کی متوجه نمیشه که الان چه حسی داره این منطقه و اینجا. چی بگم؟ حالا بریم به سمت بولوار. بریم به سمت بولوار ببینیم چه خبره. اگه ماشینا بذارم من میرم. من یاد اون جوکو افتادم که اگه درختا بذارم من جنگل رو میبینم. الان داستانش اینه. خب بریم با هم دیگه. من یه مقدار بلندتر صحبت میکنم. میخوایم با هم بریم کجا؟ یه جای خیلی 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 قشنگ، بولوار تاریخی کازینو در شهرستان رامسر، که این بولوار رو سالها پیش رضاشاه کبیر همراه با محمد رضاشاه فقید ساخته. فقط شاه، دقیقا این دوستانم اینجا نشستن میگم فقط شاه. بریم این بولوار زیبا رو با هم دیگه یه دوری بزنیم ببینیم چه خبر.